بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمد شفیع هستم از مجاهدین حزب وحدت اسلامی افغانستان مربوط به ضمن لنبردی تاوا. تمام مردم و تمام حزب وحدت و مردم معین هستند که تشریف نداشته باشند. خانه زیر حزب وحدت داخل اسلام نشده بود از خاطر که مردم علاج نشدن و مناطق مسکونی را زیر بمباردمان و زیر تفلاتری نگرفته بودند. این یک توصیه‌ای بودن که اگر این کار حزب وحدت عمل نمی‌کردن اینا پیروکاری داشتن که تمام حزب وحدت را نابود می‌کرد و دسته افکار را تکرار نمی‌دادن. حالا خواهش برادرایی هستند که سنگرای خود بگیرن و با کوشش مجاهدین حزب وحدت در هر جزیره‌ای که مایل هستند بتوانند از شما مجاهدین را گله برند. و او گله است که برای چند روز که جنگ شروع شد دشمن آمد در بین خانه‌های شما به داد از این مردم نرسیدین و هیچ از این مردم را نگرفتین. حال می‌تونید که امیر از شما بپرسن که علت چی بوده؟ علت از این بود که تمام قوای دولت به اطلاف مثلثی حرکت منحله و وحدت منحله وحدت منحله و تمام قوای دولت بالای سنگرهای خصوصی مقدم جهاد حمله کردن. ما نتوانستیم که بیاییم و اگر می‌آمدیم امکان از این بود که ملت زیر پا می‌شدند. صرف از خاطر کنار خود به خود بدون خودرازی منطقه به زیر خدا و خون شهدا و بیای از این کامل شهدا و ملت خود جنگ اینطور است که اطاعت استاد که سکون فقرات دولت بود که در مدت 5 ماه اکمالات نظامی خود را به نور اطاعت می‌کرد که او سقوط کرد به جیش مجاهدین استقوان حزب وحدت و به قیمت توصیه شورای عالی نمایندگی. دیگر اینا توان مقابله را ندارند. لشکرهای شما که در خطوط کوته‌سنگی از سلمه شاهد بمباران هوایی شدید بودید. بله، لازم بیان چیزی بگوییم. در کوته‌سنگی 16 پرواز کردن که 26 جان انداختن و تلفات جانی نداشتن، تلفات مالی زیاد شد. و مجاهدین استقوان صندوق دوم غند لنبردی ایستاده و سوانه دیگر برادرای حزب وحدت اینجا را نگاه کرد. شما کلا به مردم چه اطمینان می‌کنید؟ ما به مردم اطمینان می‌کنیم که ما از مردم هستیم و مردم از ماست. اونم عزیزت و نامد حکایت شفه قهرمان مردی درایت شفه قهرمان